اسمم سید علی حسینی نسبه، اما تو هند معروف شدم به علی ایرانی. من متولد هندم، اما بابام از خیرآباد یزد. بیشتر خیرآبادی ها سیدن، همشون هم حسینی نسبن. مامان من مال یزده، مال کوچه بیوگ یزد. بابا من مغازه چایی داره، چند تا کافه داشت دیگه ما رو بزرگ کرد. 10 نفر هستیم. یکی دیگه داداشم پزشکه، 2 تا خواهرام پزشکن، نواش دوره دکترن، مهندسن. رفت اومد به ایران داریم، به یزد داریم. خانم من از یزد، بچه‌ام یزد زندگی میکنن. ما یه دفعه کوشش میکنم برم یزد پیششون. اسم بیمارستان ننوتیه، اما یزدی ها میگنش ننفاتی. آقای گاندی بنیانگذار این بیمارستان بود. 28 تا تخت داشت. آقای نهرو اولین نخست وزیر هند افتتاح کرد. الان 350 تخت بیمارستانه، دارن 700 تا اضافه میکنن، میشه 1050 تختی. بابام هم یک کافه ای داشت تو همین الان هم هست و از 1980 الان 37 ساله تو همین بخش فیزیوتراپی و طب ورزشی هستم. ایرانم مرتب میام تو شرکت‌های انجمن فیزیوتراپی ایران شرکت میکنم و بچه‌های فیزیوتراپی ایران بیشترشون میشناسن. 2 دفعه 2 تا گروه فیزیوتراپی از ایران اومد که ما اینجا 1 هفته برشون کلاس گذاشته بودیم که درس و چیزای جدید یاد بگیرن. باعث افتخار یزد هستید آقای دکتر، باعث افتخار ایران هستید. همه مردم بمبئی شما را میشناسن. من وقتی که توی قطار داشتم از جیپور میمدم به بمبئی، هر که میگفت که کجا میخوای بری، گفتم مهمون آقای دکتر علی ایرانی هستن، همه به خوبی ازتون یاد میکردن و اسم شما رو که میشنیدن میگفتن خیلی خدمات بهشون دادید. افتخار ما اینه که عنوان ایرانی پایگاهی تو هند تونستیم یه اسمی بیاریم که عنوان ایرانی ما رو بشناسن. آقای دکتر اتاقتون رو میبینم ماشاءالله از افتخارات و کاپ و مدال هایی که کسب کردید، همه افتخارات توی هندوستان درو کردید به قول ما یزدیا. میشه بخش از کارهایی که انجام دادید تو مقام هایی که کسب کردید بهمون بگید تا مردم یزد هم بدونن. همیشه دنیا بره درس دادن میرم. یکی از دکترام تو طب ورزشیه، یه دکترام تو بخش فیزیوتراپیه، یه دکترام هم تو ما نوار مغز میگیریم. ما میگیم زبان میتونه دروغ بگه اما مغز دروغ نمیگه. نوار مغز میگیریم، روش میتونیم ارزشیابی کنیم یه نفر. استاد پروازی هم هستم. اینو از کنفرانس و از حالا منزل اینقدر تو منزل میبینید. خیلی هم بردم ایران. ما تو قرآن یه سوره داریم، سوره مائده، که خدا میگه اگر یه انسان ما شفا دادی، خلق ما شفا دادی. ما رو اون ایده کار میکنه. پس من میگم که اگر یاد بدم به دانشجوام که شفا بدن، خب یه سهمی دارم اونجا. اینه که بیشتر میخوام تا اونجا که بتونم علمی که بلدم به دانشجوام بدم. دانشجوام همیشه دنیا هستن.